یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. درود بینندگان ارجمند برنامه تفریحی یادی روزگار شیرین. اینک با یک جهان مهر و محبت به اندازه باز هم مهمان کاشانه های پر از صفای شما گردیدیم و چهره امروزه برنامه ما از یک نفر بانوی خوش سلیقه، بانوی هنر، بانویی که صدای بسیار دلنشین دارند، آوازخوان فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف صدبرگ حسنова. سری سفره ما حضور دارند مهمان بسیار ارجمند استاد صدبرگ حسنова نجم‌الدین قلندر. خوش آمدید. زنده باشید. سلامت باشید. می رویم به آغاز شناسایی های شما با صدبرگ حسنова. بگویند که تو عیب خویش نظر کن، نه عیب اهل هنر، که به هنرمند سراپاست هنر. صدبرگ حسنова سالهای 1987 و دانشکده صنعت داخل شد و تا این وقت در خانه، در نزد پدر و مادر، در نزد بابا او هنرنمایی میکرده است و بعدا این را به من خودی او گفت. سال 87 به دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا ترسوزاده داخل شد و سال 1991 او را با موفقیت ختم نمود. و در این مدت ما صدبرگ را من میشناختم همچون یک هنرمند جوان و بسیار به آوازخوانی من مخلصی میکرد و یگان مصلحت ها اگر از من میپرسید ما کوشش میکردیم که یگان با راه یگان در این پیرهی که ما طی کرده آمدیم به اون کسی یگان مصلحت دهم. و همین خیلی او را سال 1994 به انسامبل گنجینه نزد فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان با نام اکا شریف جورایف دعوت میکنم. یک سال در اونجا فعالیت نموده. سال 95 به انسامبل چمن به کار می آید و در این انسامبل هم صدبرگ بسیار در کنسرت های سطحی دولتی، در کنسرت هایی که مثلا از طرفی سپارش و از طرفی خودی وزارت فرهنگ یا که فیلارمونی دولتی میشد، صدبرگ همیشه کوشش میکرد که با سرودهای نو در اونجا با مردم اشتراک کند و با مردم پیشنهاد کند. و با مرور زمان روزی شد که من همچو و انسامبل چمن همچو راهبری انسامبل دعوت شدم و در اینجا که صدبرگ فعالیت میکرد باز کوشش کردم که در اینجا با مانند صدبرگ باز دیگر هنرمندایی هستند که آوازخوانی میکنند. به هر یک هوای کوشش میکنم که یگان کمک خود را برسانم و چون میگویند که دایم گلی این بوستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقتی توانایی. گفتن حضرت حافظ. ما هم چون یک کمتر از اینا پیشتر در این جاده هنر قدم گذاشته باشیم، همچون استاد اینا با من مراجعت میکنن و آن سرودهایی که مثلا از طرف صدبرگ با پیشنهاد میشود خودی من حتما از نظر میگذارم، متن آن را از نظر میگذارم، آهنگ آن را از نظر میگذارم و بعدا کوشش میکنیم که به مردم پیشکش کنیم. اولین سرود صدبرگ حسنова را شما میدونید؟
سرودهای صدبرگ هستند و به نهایت زیاد هستند و سرودهای اولینی که او حالا خیلی جوان بود اجرا میکرد دوشنبه که با متن مهراج‌الدین کمال و آهنگ ظفر عبداللهیف صدبرگ در پیش مردم اجرا کرد و چندین سرودهای دیگر وطن، مادر، سرودهای جوانی، عشق، سرودهایی هست که صدبرگ در تالارهای کنسرتی فیلارمونی دولت جمهوری تاجیکستان با مردم پیشکش نموده است. دوشنبه شهری زیبایی زیایی مهر دلهایی نشاط و مطلبی مایی صفا بخش و دلارایی دوشنبه شهری زیبایی زیایی مهر دلهایی نشاط و مطلبی مایی صفا بخش و دلارایی تاجیکان استی زمینی آریان استی اگر چند جوان استی زی سامانم نشان استی تو قلبی تاجیکان استی زمینی آریان استی اگر چند جوان استی زی سامانم نشان استی وقت و تختی من دوشنبه پای تختی من مکانی وقت و تختی من مکانی وقت و تختی من با آهنگسازان و بسته‌کاران با شاعران با کی همکاری بسیار زیچ دارد؟ من همین را میدانم که صدبرگ در یک جا نمی ایستد. بسیار یک هنرمندی نسبت به خودش سیرطلب است. کوشش میکند که سرودهای خوب به مردم پیشکش کند. از این رو او از آهنگهای استاد کریم حلیم، از آهنگهای گلمت استانایف، آهنگهای ظفر عبداللهیف، خاصیت زرفشانی بسیار خوب استفاده برده است و سرودهای خوب هم از این آهنگسازا او گرفته به مردم پیشکش نموده است. خب سرودهایی که به مردم پیشنهاد کرده است همچون هنرمند سرودهای خیلی زیادن. بله. خب وابسته به انتخاب متن و آهنگ های سرودهای صدبرگ هستند و شما همچون استاد چی گفته میتوانید؟ صدبرگ یک شخصی هست که وقتی که یگان سرود را انتخاب کرد و خواست که همون سرود را به مردم پیشکش کند حتما پیشنهاد میکند که استاد این متنش را یک بار از نظر گذرانید، آهنگش را یک بار از نظر گذرانید و من حتما به این چیز با دقت نظر میکنم و کوشش میکنم که یکم چیزی باشد که تربیوی باشد، یکم چیزی باشد که وطن دوستی باشد، یکم چیزی باشد که در موضوعهایی که مثلا بیشتر به مردم نزدیک است، موضوع بهار است، عشق است، بسیار دقت میدیم، بسیار کوشش میکنیم که یگان چیزی خطا نرود، یعنی مضمون غلط او را نرود. خوب می‌دانید. بله. شکایت است محبت جزا
باره هم سفر بوده؟ خیر در توی سرهای مردم در همین شهرهای خودمان هم سفر بودیم و یک جا در چندین کنسرت ها برآمد میکردیم. خیلی بود و سفرهای خارجی نبود. خب در باره هنری آوازخوانی صدبرگ حسن و شما چی گفته میتوان؟ صدبرگ همچون آوازخوان علاقه ببینید که در بین مردم یک محبوبیت خود را، یک اودیتوری مخصوصی خود را پیدا کرد در طول چندین سالهایی که در فیلارمونیا فعالیت کرد و او را علاقه مردم میشناسند. مخلصای بسیار دارد، چون که صدبرگ در تالار فیلارمونیا قریب همه ساله کنسرت برپا میکند و ببینید که در کنسرت های صدبرگ همه وقت تالارها پری مخلصان هستند و از سرودهای صدبرگ بسیار کفکوبی ها میکنند، بسیار خرسندی ها میکنند. من فکر میکنم که صدبرگ یک هنرمندی است که در جاده خود موفق هم شده است. درباره شخصیت صدبرگ حسن و شما چی گفته میتوانید؟ صدبرگ را پیش از آنی که من در به حیث راهبر به این انسمبل آمدم گاه میدیدم، گاه یگان وقت یگان مصلحت میشد، یگان صحبت میشد. مصلحت های ایجادی؟ مصلحت های ایجادی البته. وقتی که شخصیت رو از نزدیک وقتی که همکار میشید یا که با یگان به سفر میبرید، با از نزدیک آدم میفهمد. من راستی طی 7-8 ماه میشود که در این انسمبل به حیث راهبر کار میکنم و من پیش از این 2 سال دیگر در همین خودی فیلارمونیا هم به حیث راهبری بدیهی بودم. در همین جا هم از انسمبل ها مثلا دایم دیدن میکردم. خلاصه خود را از همین جا هم گفته میشود که صدبرگ بسیار یک دختری شاید با آداب است، بسیار یک دختری با انتظام است. مثلا دایم در کار، همیشه در کار است. اگر یگان کار برآمده و مثلا یگان میشد که یگان کار با یگان کاری ایجادی رفتن در کار میشد یا که یگان تلویزیون رفتن در کار میشد، یگان حتما او مرا تلفن کرده آگاه میکند که استاد من همین خیلی کار است، اگر یگان کاری ضرور نباشه من رفتم همین کار تلویزیون رفتم همین کار بود کرده بیام یا که رادیو رفتم مثلا فلان کار بود کرده بیام. و در بین کلکتیوی که کار میکنیم صدبرگ یک آبروی مخصوصی خودش رو دارد. بسیار صدبرگ رو حرمت و عزت میکنند، چون که حرمت از خودی آدم وابستگی دارد. وقتی که اگر آدم یک کسی که حرمت کرد، دیگر کس هم آدم حرمت میکنند. همین خیلی است. در کسب خود بسیار صادق است. مسئولیت شناس است. ما با صدبرگ مصلحت کردیم و گفت استاد من از خوردی سروده اپی شادروان اپی نگینه رو پوار بسیار دوست می داشتم و کوشش میکردم که از سروده آن کس من حاضرم باشد. صدبرگ کوشش میکند که از در رپرتوار خود از اشعار شادروان اپی نگینه رو پوار یگان سروده داشته باشد و ما همین رو من به نظر گرفته با همراهی انسمبل طول 1 ماه کار کردیم. یک برنامه خوب از اشعار شادروان اپی نگینه رو پوار 4 سرود خوب تیار کردیم و با تلویزیون سفینه رفته برنامه خاطره ها برپا کردیم که بسیار برنامه خوبم برآمد.
چی باعث گردید که صدبرگ حسن و شاهراه پرپیچ و تاب صنعت را انتخاب نمودند؟ درباره هنر یک فیلسوف با نام آلفرد کانر چون گفته است که هنر قابلیتی است که او را به ما هیچ کس نمی آموزد. یعنی هنر از بالا به شخصی تولد شده داده می شود و با نام استعداد و نشانه اساسی هنر همین است که آدم می داند که چی کار می کند. هنرمند نشانه اساسیش همین است که او می داند که چی کار می کند. استاد چی کار می کند؟ استادا پیشتر که در همین پیراه آمدن وقتی که مثلا یکم شخصی که با او مراجعت می کند که مثلا فرزند ما هم در همین پیراه شما بسیار یک شوق بلند دارد، یعنی او از کودکی الکی در وجودی آن کس هنر جا گرفتگی است، کس دیگر نمیتواند در میگیرد. در اون همین خیلی میشود که خودی من همین خیلی بودم که حالتایی بود که وقتی خورد بودیم من فکر میکردم که ممکن همین دیوانه میشد، چون که همین به درجه همین هنر دوست داشته و به درجه مثلا همین شیفته و شیدا میشیدیم. مثلا استادای به درجه مثلا چی میکردیم که حتی در خانه پدر و مادران و اون شخصانی در عائله زندگی میکردن فکر میکنن که همین شخص عجب ممکن یگون به یگون کسری روحی دچار شود، چون که این قدر که به هنر رو میارد. یعنی صدبرگ هم همین خیلی وقتی که با او هنر داده شد از ازل آساسته که کلان شدنگیر خودش رو شناخت و کوشش کرد که مثلا هنرمندایی که پیشتر هنرنمایی میکنن با هنری آنها توجه کنند و از آنها یگان چیز گیرد و با چه خیلی که مثلا با کدام هنرمندی که مثل ما وا میخورد حتما میپرسد که مثلا چیکار کردن در کار، چون که هنرمندایی که مثلا یک کمتر پیشتر الکی دیده آمدند و همون با پیرهی هنر آمدن کوشش میکنند که مثلا با یگان هنرمندی که از پایینتر باشد یگان یاردمی یگان کمک خود را برساند. ما هم همین خیلی و صدبرگ همین خیلی چقدر که تونستیم یگان یاردمی خود را رساندیم و ما باور دارم که اگر خودی هنرمند اگر بسیار تلاش نکند، خودی هنرمند اگر بسیار کوشش نکند، جهد و کوشش نکند، با موفقیت نایل نمیگردد. از خودی آدم بسیار وابسته است. مثلا استاد چیه؟ استاد هم بخیر که میفهماند که مثلا همین کار ایخی کار نکن و خود کار نکن. بسیار شخصیتایی هست که در همین طول چندین ساله هنریمان بسیار جوانای جوان دخترها و جوان پسرای بودن که مثلا از ما همچون استاد گفته میپرسیدن و در آینده آنها به یگان چی نایل نشدن، یعنی که بسیار از تحت دل کوشش نکردن، کوشش به خرج ندادن. صدبرگ باشد همین همه چی رو بگم که در راه همین هنر قربانی کرد، خود را مثلا زد و کوشش کرد که مثلا در بین هنرمندا باشد، در بین مثلا در اون کنسرت هایی که در تالارا میشدن در آنجاها کوشش میکرد که یگان سروده مردم پیشکش کند. همین خیلی آهسته آهسته بگم که محبوب دل ها گردید و اکنون همین خیلی است که هر یک هنرمند موافقی همه هنری خود مخلصا پیدا میکند. بله.
از این منبر بلند با چهره امروزه برنامه صدبرگ حسن و شما چی تمنا دارید؟ همین را تمنا دارم که صدبرگ تا روزی که هست، تا روزی که فعالیت میکند در انسامبل‌های دولتی در نزد فیلارمونیا، بیگذار همیشه با سرودهای نو تر و تازه به نزد مخلصای خود برآید و همیشه سربلند باشد. چه آرزو و هوسی که در دل داشته باشد بیگذار به آرزوهاش برسد. و ما اگر چی یگان یاردم و یگان مصلحت از طرف ما باشد، ما همیشه تیار هستیم که به هنرمندان یگان مصلحت خود را دهیم که پیرهی خود را، یعنی که پیش برن، هنر خود را پیش برن. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه بانوی هنر، آوازخوان فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکش شریف جورایف صدبرگ حسن و صحبت داشتیم با استاد صدبرگ حسن و نجم‌الدین قلندر که منظور شما گرداندیم. برای صحبت به شما اظهار تشکر میکنم. از این منبر بسیار بلند به چهره امروزه برنامه آوازخوان محبوب و دوست داشتنی صدبرگ حسن و پیش از همه تندرستی، خوشبختی و پرواز بلند ایجادی را تمنا دارم تا برنامه‌های من بعد سعادتمند باشید. سراغم از دل میبری، خوشگیرام همچو کبکی داری، نغمه سراغم از دل میبری. سراغم از دل میبری، خوشگیرام همچو کبکی داری، نغمه سراغم از دل میبری. سراغم از دل میبری، خوشگیرام همچو کبکی داری، نغمه سراغم از دل میبری. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی،
حالت ای جوانی، یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی.